کنه. مورد بسیار مهم دیگه ای که ما را کمک میکنه در مسیر حق استقامت بورزیم، انتخاب کردن دوست درست هست. یعنی شما در خیلی از نصوص شرعی میبینیم که الله متعال یا پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه و برای ما تعلیم میده که همیشه شما انسانهای صالح و نیکو را دوستان بگیرین. چرا؟ به دلیل از این که هر انسانی از لحاظ روانی از کسانی که با اونها ششت و خیز داره یک تاثیر میگیره. انسان صالح تاثیر صالح را داره و انسان بد تاثیر بد را داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث یک تشبیه جالب میکنه، میگه دوست نیکو برای شما مثل انسان عطر فروش است که اگر شما ازش عطرم نخرین، امی که در دکانش برین از بوی نیک از او چی میشین؟ از بوی نیکوی از شما بهره مند میشین. یعنی ای که اگر شما غالبا اگر در دکان عطر فروشی رفته باشین، اگر شما میخوای چیز نگیرین هم طبیعتا همین فضای اون دکان از چی است؟ یک فضای عطرآگین و خوش هست. یعنی گاهی وقتا ممکن شما یک دوست صالح دارین ولو شاید عالم نباشه که شما را نصیحت بکنه، خب همین زندگی و رفتار عادی از